سلام، نفس تهرانی هستم. اینجا چنل یوتیوب منه و قراره که هر سوال و چالشی در مورد گوگل ادز دارین رو تو این چنل پیدا بکنین جوابشو. خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی بکنین و این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید. تو این ویدیو میخوام در مورد مبحث پروموشن، مبحث جذاب برای مشتری‌ها باهاتون صحبت بکنم. پروموشن دقیقاً همونطور که از اسمش مشخصه به عنوان یک هدیه، یک جایزه، یک چیزی برای پروموت بیشتر شما بهتون داده میشه از سمت گوگل. حالا داستانش چیه؟ چرا این پروموشن رو میده؟ اصلا چجوری این پروموشن رو میده؟ به کیا میده؟ و چه شرایطی برای مصرفش دارن رو کامل تو این ویدیو بهتون میگم. ببینید، اولا اینکه پروموشن 100% نیست. اگر کسی به شما گفتش که همه جای دنیا پروموشن میگیرن و این کاملا 100% روی همه اکانت ها میاد، کاملا داره اشتباه میکنه. کلا اون فرد رو ببوسید بذارید کنار. داستان پروموشن اینه که بسته به پیمنت و بسته به رفتار مصرفی اون شرکت، اون پیمنت و اون MCC میاد به اون، حالا اون شرکت و اون MCC پروموشن رو میده یا نمیده. یعنی کاملا بستگی داره به اون پیمنت اصلی. اینکه شما حالا مثلا از یه شرکت یک اکانتی میگیرید و یک پروموشنی داره، اون شرکت از شما هزینه‌ش رو دریافت میکنه یا نمیکنه، کاملا بستگی به خودش داره. یعنی دیگه اون یه چیزیه که تو قوانین اون شرکت هست. ممکنه یک شرکتی پروموشن گوگل رو به صورت رایگان به شما بده، ممکنه یک شرکتی پروموشن گوگل رو پولشو بگیره از شما بهتون بده. یعنی عملا انگار پروموشنی نداره، نصفشو بگیره، یک سومشو بگیره یا هر عددی که دوست داشته باشه. این قانون گوگل نیست. قانون گوگل اینه که رایگانه و مشتری باید اینو رایگان استفاده بکنه. اما دیگه اون مبحث میانیشه که خیلی به گوگل و به ما ارتباطی نداره. داستان اینه که شما یه اکانتی رو میگیرید و توی یک بازه زمانی مشخصی باید یک مقدار مشخص رو مصرف کنید. یعنی چی؟ یعنی که شما باید مثلا همین الان میخواین استارت تبلیغات بزنید، پروموشن $300 داره اون اکانت. شما $300 رو باید در کمتر از 60 روز مصرف بکنید. یعنی ماکسیمومش 60 روزه. حالا شما مثلا ممکنه که الان چه می‌دونم $10 الان مصرف کنید، هفته بعد $20 مصرف کنید، $300 مصرف کنید، یه جا $200 مصرف کنید، خورد مجموعش باید تو 60 روز بشه $300 یا X دلار. ممکنه پروموشن $500 باشه، ممکنه $436 باشه. عددها متفاوت بسته به لوکیشن و پیمنت. شما این عدد رو مصرف می‌کنی، بعد از تقریباً 20 روز از اولین کلیکی که تو اکانت شما اتفاق میفته، از اولین مصرفش، کد پروموشن برای شما تو اکانتتون فعال میشه و بهتون یه ددلاین میده. میگه تا این تاریخ $300 پر بشه، $300 رو بهت میدم، حالا یا X دلار. شما این مقدار رو مصرف میکنید و اون کد اکتیو میشه. اصطلاحاً اون کد اکتیو میشه و اون $300 وارد اکانتتون میشه. میتونید ازش استفاده بکنید، اما اون هم محدودیت زمانی داره. مثلا شما باید ماکسیموم تا 60 روز اون $300 پروموشن رو استفاده بکنید. این از داستان کلی پروموشن که چی هست و چه جوری مصرفش و چه تایمی داره. یه داستانی هستش که من چند بار میتونم پروموشن رو استفاده بکنم. قاعدتا گوگل به فکر درآمدزاییشه، اونم همینطوری مفتی دوست نداره کسی تبلیغات بکنه مدام. در نتیجه هر بیزینسی، هر وبسایتی اجازه داره که یک بار از پروموشن استفاده بکنه، نه بیشتر. و اینو تا جای ممکن هم که تونسته سعی کرده که کنترلش بکنه. یعنی شما اگه مثلا یه وبسایتی رو اینجا زدین، پروموشن گرفت، بلافاصله رفتین روی اکانت دیگه خواستین پروموشن بگیرین، ساسپند میشه. همچین چیزی امکان نداره. قبل‌تر یه مقداری این قضیه که حالا افراد میگفتن که خب من یه اکانت میگیرم، پروموشن میگیرم، میرم بعدی دوباره پروموشن میگیرم و اینجوری سود میکنم، خیلی رایج بود. ولی داستانی که به عنوان یک کمپین منیجری که دارم چندین سال میبینم که هم فیدبک پروموشن رو میبینم، هم این که رفتار مشتری رو میبینم و روند کمپین رو میبینم، پیشنهاد میکنم خیلی روی این قضیه پروموشن فکرتون رو درگیر نکنید. یعنی یک بار که گرفتید تموم شد، واقعا همون یک بار استفاده بکنید، چون خیلی هم به قول خودمون برکتی نداره. یعنی من دیدم تو روند کمپین ها که هم هزینه کلیکش تو تایم مصرف پروموشن، هزینه کلیک بیشتر میشه، بودجه روزانه بیشتر میفته و ممکنه اون مثلا $300 که میگیرین در عرض مثلا چند روز یا ماکسیموم یه هفته مصرف بشه، ولی اون $300 رو اگه خودتون شارژ بکنید ممکنه تو 2 هفته مصرف بشه یا 3 هفته مصرف. یعنی خیلی روند بهینه تری رو طی
پی میکنه. به خاطر همین شما به نظر من بهترین کار اینه که یه اکانت بگیرید، یک وبسایت تمیز داشته باشید، کمپینتون رو ستاپ کنید و روی همون اکانت کمپینتون رو بهینه بکنید، چون هر چقدر که تایم بیشتری کمپین شما داخل یک اکانت ران باشه بهینه تر میشه و خواه ناخواه هزینه هاش پایین تر میفته، توی رتبه ها بالاتر میاد. یه جورایی برای گوگل دیگه حق آب و گل حساب میشه که اونو زودتر و بالاتر و بیشتر و بهتر نمایشش بده. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو همراه من بودین. مرسی که سابسکرایب میکنین و منو به دوستاتون معرفی میکنین.